یه روز یه زن و مرد ماشینشون با هم تصادف بدی میکنه، به طوری که خودرو هر دوشون به شدت آسیب میبینه، ولی هر دوشون به طرز معجزه‌آسایی جان سالم به در میبرند. وقتی که هر دو از ماشینشون که اکنون تبدیل به آهن قراضه شده بیرون میان، اون خانم برمیگرده میگه آه چه جالب شما مرد هستید، ببینید چه بروز ماشینامون اومده، همه چیز داغان شده ولی ما سلامت هستیم. این باید علامتی از طرف خدا باشه که اینطوری با هم ملاقات کنیم و زندگی مشترکی را با صلح و صفا شروع کنیم. مرد با هیجان جواب میده بله کاملا با شما موافقم، این باید نشانه‌ای از طرف خدا باشه. بعد اون زن ادامه میده و میگه ببین یک معجزه دیگه، اتومبیل من کاملا داغان شده ولی این شیشه مشروب سالمه. مطمئن خدا خواسته که این شیشه مشروب سالم بمونه تا ما این تصادف مبارک رو جشن بگیریم. بعد زن بطری رو به مرد میده. مرد سرش رو به نشان تسدید تکان میده و درب بطری رو باز میکنه و نصف شیشه مشروب رو مینوشه. بعد بطری رو برمیگرداند به زن. زن درب بطری رو میبندد و شیشه رو برمیگردونه به مرد. مرد میگه شما نمینوشید؟ زن در پاسخ میگه نه، فکر میکنم باید منتظر